روزی که این اتفاق افتاد همکارا داخل دفتر نشسته بودن، عده‌ای از بچه‌ها وسط حیاط، چون زنگ تفریح بود، ما هم اینجا کنار پنجره وایساده بودم، داشتیم با همکارا صحبت می‌کردیم. روزی که اون اتفاق افتاد من دقیقاً همینجا وایساده بودم، رو به بچه‌ها بودم و اولیایی که حالا یه تعدادم اولیا کنارم بودن و هدایت راهنماییشون می‌کردیم، اون بچه‌ها رو تحویل میدادیم می‌بردن. ما همون لحظه دیگه بچه‌ها رو داشتیم میفرستادیم سر کلاس. یکی از همکارامون هم دقیقاً این قسمت حیاط، تا اینکه خورده استرس بچه‌ها کم بشه، داشت با بچه‌ها بازی می‌کرد اینجا. بچه‌ها داشتن میومدن سمت کلاس که یه دفعه یه صدای واقعاً مهیبی شنیده شد. صدای اون انفجاری که یه طرف صدای جیغ بچه‌ها اصلا نمیدونستن چه کار کنن، کجا برن، هر کدومشون یه طرف میدویدن. به محضی که از در اومدیم بیرون، توی راه رو اومدم اینور، همکارامون که تو حیاط وایساده بودن با بچه‌ها بودن، دیدیم اومدن